بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس دیروز ما و شما خواندیم که اول چی را خواندیم؟ کلید قرآن شناسی. و کلید قرآن شناسی چند؟ 13 بخشش. بسیار خوب، جزاکم الله خیرا. بازی که کلید قرآن شناسی را خواندیم و گفتیم اولین دندانش یا اولین بخشش چی بود؟ اقسام توحید. بارک الله فیکم. عالمه ما و شما اول تعریف توحید میکنیم. تعریف التوحید. کیف نعرف التوحید؟ چه قسم ما تعریف بکنیم توحید را؟ بگیم التوحید هو إفراد الله سبحانه وتعالى في 6 أشياء. در توحید، تعریف توحید میگیم که توحید افراد الله یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی است. فی 6 اشیاء، در 6 چیز. توحید هو افراد الله، توحید یگانگی الله. به پښتو کې توحید د الله سبحانه و تعالی یووالی په شپږو شیانو کې. اولا فی ذاته، ثانیا فی افعاله، ثالثا فی عبادته، رابعا في صفاته، خامسا في إطاعته أو حاكميته، وسادسا في أسمائه. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في 6 أشياء. في ذاته، أولا في ذاته سبحانه وتعالى، ثانيا في أفعاله سبحانه وتعالى، ثالثا في عبادته سبحانه وتعالى، رابعا في صفاته سبحانه وتعالى، خامسا في إطاعته أو حاكميته سبحانه وتعالى، وسادسا في أسمائه. فارسی. توحید چی هست؟ توحید یگانگی الله متعال است در 6 چیز. اول در ذات الله سبحانه و تعالی، دوم در افعال الله سبحانه و تعالی، سوم در عبادت الله سبحانه و تعالی، چهارم در صفات الله سبحانه و تعالی، پنجم در اطاعت و حاکمیتش، و ششم در نامهایش. ذات الله سبحانه و تعالی فارسی. صفات الله سبحانه و تعالی سوم. افعال الله سبحانه و تعالی. ترتیبش تو مهم نیست که شما تو اینجا را پس پیش همین 6 تا را بگویم. ذات، صفات، افعال، عبادت الله سبحانه و تعالی، اطاعت الله سبحانه و تعالی یا حاکمیت الله سبحانه و تعالی، و نامهای الله سبحانه و تعالی. پښتو توحید چی ته وایي کیږي؟ توحید الله یووالی ده. په چی شي کې؟ په شپږو شیانو کې. اول په چی شي کې؟ د الله سبحانه و تعالی په ذات کې، دوم د الله سبحانه و تعالی په صفاتو کې، دریم د الله سبحانه و تعالی په افعالو کې، څلورم د الله سبحانه و تعالی په عبادت کې، پنځم د الله سبحانه و تعالی یووالی په اطاعت او حاکمیت کې، او شپږم د الله سبحانه و تعالی په نومونو کې. پس تعریف توحید فهمیدیم که توحید الله متعال در چند چیز است؟ 6 چیز. آفرین. در ذاتش است، در صفاتش است، در افعالش است، در عبادتش است، در اطاعتش است و در نامهایش است. اینی توحید الله متعال سبحانه و تعالی است. در این قسمت آل در قرآن عظیم الشان
اینمی قسم آمده است. مثلا در ذات الله سبحانه و تعالی آیات قرآن آمده، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در افعال الله آمده، مثلا فعل الله خلق کردن است، یخلق ما یشاء خلق السماوات والارض. در عبادت الله آمده که امر الله تعبدوا الا ایاه. در صفات الله آمده الله لا اله الا هو الحی القیوم. در اطاعت و حاکمیت الله سبحانه و تعالی آمده که این الحکم الا لله. در نامایش آمده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. پس این 6 قسم در قرآن عظیم شان ذکر است. لکن علمای اسلام امی چیزایی که در قرآن عظیم شان است به خاطر آسان شدن برای شاگردان، بعضی ها امی کل ازی را در 3 بخش تقسیم کرده، بعضی ها ای را در چند بخش؟ 4 بخش. اصلا باید چند بخش است؟ اصلا 6 بخش است. لکن بعضی ها ای را 3 بخش تقسیم کرده. باز مثلا در الوهیت بعضش داخل کرده، در صفات این قسم گفته آسان تر شوه دیگه. اینی شد تعریف توحید. درست است انشاءالله؟ کی یاد گرفته؟ ماشاءالله. سعی امی فیلم بردارا بچه‌ای که لایق باشه هیچ عکسشان نمیگیره، باز کمی خوشان برد باز میگیره. این یارو بگی این سعی که صنف گل، خودم گل، شاگردایم گل، صنفم گل. چند نفر یاد گرفتن؟ این حالی میره حتما هم کسی که دستش پخش است رو میگیره. دست بالا رو بگی. اینطور هر کس دست راست خدا باید بلند کنه، دست چپ غلط است. در کارهای خوب دست راست. خوب کی یاد گرفته؟ خوب. خب ماشاءالله. ای دیگه پرسان نمیکنم پلگی یاد گرفته. آسان است. دین بسیار آسان است، عقیده بسیار آسان است. مردم برای ما سختش جور کرده. خب در این کنال فلسفه را داخل کردن، منطق داخل کردن. امی عقیده اسلامی چه وقت خراب شد؟ وقتی که در وقت مأمون چی شد؟ یک تعداد کتابای فلسفی را از روم چاپ کردن و او را آوردن و فلسفه رومی وقتی که آمد عقلگرایی شد و اینا دمو کتابا از فلسفه در عقیده داخل کردن. وقتی که داخل کردن عقیده خراب شد. خب اینال ما و شما گفتیم که این توحید که از 3 بخش داره. بعض علماء چند بخش تقسیم کردن؟ اقسام توحید. اقسام توحید این علماء به 3 بخش اساسی تقسیم کرده بودند که یکی توحید ربوبیت بود، دومش الوهیت بود، سومش اسما و صفات. توحید ربوبیت چه قسم تعریف میشه؟ اگه شما رو پرسان کنیم که تعریف توحید ربوبیت میگه که افراد الله سبحانه و تعالی، افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله. توحید الربوبیه افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله. در فارسی یگانگی الله سبحانه و تعالی در افعالش. یگانگی الله سبحانه و تعالی، یگانگی الله سبحانه و تعالی در چی؟ در افعالش. در پشتو چی قسم بگیم؟ بگیم ده الله سبحانه و تعالی، ده الله سبحانه و تعالی یوالی چی کی؟ پکڑونو کی، پکڑونو کی یا به افعالو کی. تو در افعال هم مشکل نداری. افعالو کی یا پکڑونو کی دوڑا سیده. پس بسیاری تعریف آسان است. در تعریف الوهیت چی میگیم؟ میگیم افراد الله سبحانه و تعالی فی الوهیتی. متوجه هستین؟ فقط اینمی یک کلمه کلش شامل میشه. در این چی قسم تعریف میکنیم؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی اسمائه. وقتی که توحید الوهیت دو بخش تقسیم میشه، عبادت و حاکمیت. شما را میگم
توحید عبادت بگوین. میگن افراد الله سبحانه و تعالی فی عبادته، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادتش. اگر میگیم که توحید حاکمیت تعریف کو چی میگن؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی حاکمیته. این قسم امی بخشا را کلش چی کردن؟ مثلا وقتی که میگن توحید ذات تعریف کو چی میگی؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی ذاتی، یگانگی الله سبحانه و تعالی در ذاتش. در افعالش قسم میگیم افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله. در عبادتش افراد الله سبحانه و تعالی. افراد به معنای چی است؟ به معنای یگانگی. در پشتو یواله. در الله سبحانه و تعالی یواله په ذات کې، په افعالو کې، په عبادت کې، په صفاتو کې، په اطاعت او حاکمیت کې او په نمونو کې. اینی قسم این کل شد مجموعه از چی؟ از تعریف توحید. من سر تحقیق برادران محترم جور کردم. اینمی خلاصه تمام اقسام توحید است. تمام اقسام توحید خلاصه‌اش است که در این تقریبا بیشتر از 1000 آیات قرآن است. بیشتر از 1000 آیات قرآن درباره چی است؟ اقسام توحید است. و نخواهیم که توحید ربوبیت است، توحید الوهیت است و توحید اسماء و صفات است. توحید ربوبیت 26 قاعده داره که افعال خالق را بشناسیم، افعال مخلوق را بشناسیم. سعی بسیار آسان است. یک سیستم رو براتون بگم، دستتان این قسم کنید. کلتان افعال خالق را بشناسیم. اول چی بود؟ افعال خالق را بشناسیم. دو افعال مخلوق را بشناسیم. سوم افعال خالق را مخلوق نسبت ندهیم. چهارم افعال مخلوق را به خالق نسبت ندهیم. پنجم افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. سه شده؟ و ششمیش تشبیه هست. یعنی افعال خالق هم با افعال مخلوق تشبیه آسان است. این 6 قاعده اول است که اینا رو باز حق لامزی رو باید بخوریم. مثلا افعال خالق هم میکنیم بخوریم. دومش توحید الوهیت است که توحید الوهیت به چند بخش تقسیم شده بود؟ توحید عبادت. توحید عبادت ما شما گفتیم عبادت ها چند قسم است؟ اولش عبادت های فکری. اولش کدام عبادت ها؟ خوب عبادت ندید؟ فکری عبادت ندید. تو هم؟ عبادت های چی؟ قلبی. سوم؟ عبادت های زبانی. چهارم؟ عبادت های بدنی. پنجم عبادت های مالی. این 6 قسم است. اینا بسیار آسان است. وقتی که می‌خواستی درس بگویی، اولش عبادت های چی بود؟ فکری. دومش قلبی. سومش چهارمش پنجمش. خلاص این شد اقسام عبادت های چی؟ قسم بده. توحید حاکمیت که از دو قسم است. یکی تکوینی است و یکی تشریعی. تکوینی چی را میگن؟ تکوینی که در تمام کائنات است، در تمام مخلوقات است. مثلا در آسمان ها حکومت کی هست؟ الله. در سیارات کی حاکمیت داره؟ الله. در روز آخرت حاکمیت از کی هست؟ در جنت حاکمیت از کی هست؟ دوزخ حاکمیت از کی هست؟ اینالی را حاکمیت چی میگن؟ تکوینی میگه. یعنی الله هم رب العالمین است و هم مالک یوم الدین است. یعنی چی میگن؟ حاکمیت تکوینی میگه. پرنده ها را چندین میلیون قسم پرنده را کی خلق کردن؟ پس در پرنده ها حاکمیت کی است؟ در حیواناتی که ما شما در هر قاره میریم حیوانات مختلف را میبینیم. این حاکمیتش مربوط کی میشه؟ الله میشه. پس ما هم بالای ما حاکمیت کی هست؟ بینی ملکی قسمی ساخته. تو که سر بینی نخنده میگیم، سر کی خنده میگیریم؟ عقلی فرش فهمیده؟ اینالی چی شد؟ یه حاکمیت چی شد؟ تکوینی. فهمیده؟ حاکمیت تکوینی چی آسان است؟ درباره چی است؟ کائنات، مخلوقات، جامدات، مایعات، گازات، در کلش حاکمیت کی است؟ الله است. حالا ارسطو میفهمید H2O را؟ فرمول آقا میفهمید؟ ارسطو میفهمید؟ من بسیاری بیاخواست اشتراک بود.
نیست؟ ما شما باید به کتاب ببینیم که تا روز قیامت ارزش خدا داره. و کدام کتاب؟ قرآن عظیم الشان است. افلاطون یک چیزی گفته امروز افلاطون چی میگه؟ من یک شعار جور میکنم که این بچه‌ها سر دخترها سر نمی‌کنن. چند تا دخترها میگه بچه فرار متعاجزه میشه. اونجا چشم کل چیز سرکنی سر میگه. جور میشه قسمی پوره برای مدینه فاضله افلاطونی میگه. یک شعار جور میگه من دوست نباشم. خیالی. متوجه هستی؟ مثل یک کسا عالم چیز زندگی میکنه؟ خیال زندگی. خب حاکمیت تکوینی رو فهمیدیم؟ باز از حاکمیت چی هست؟ حاکمیت تشریعی. در حاکمیت تشریعی که شریعت الله هست، قانون الله هست، در 12 چیز باید قانون الله را بپذیری. در یکیش هم که منکر شی، تو دیگه باز اتبی جدالک چی میشی؟ نبراشی. باز جدال آب میکنی تو دیگه جدال حاکمیت در نظام اعتقادی، نظام عبادی، در عبادات، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام اقتصادی، نظام مالی، نظام تعلیمی، فرهنگی، عسکری، دعوتی. اینها ما و شما بخیر شروع میکنیم درس اول خود از روی قرآن عظیم الشان. فهمیدین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، خواهرای عزیز، در سایر که از قرآن عظیم الشان شروع میکنیم. اول چیزی که در اینجا مهم است همین فهرست سوره ها هست. در صفحه آخر، در صفحات آخر قرآن شریف همینجا چی می باشه؟ فهرست می باشه. یعنی شما کوشش کنین اگر می خواین که مثلا خوب قرآن شناس شوین و قرآن شریف خوب یاد بگیرین، سعی و تلاش کنین که امی سوره های قرآن رو بفهمین که مثلا کدام سوره در کدام سپاره هست، یعنی زود پیدا بتونین. و این انشاءالله در درس اول سرتان سختی میکنه پیدا کردنش، لکن آهسته آهسته یک هفته بعد، 2 هفته بعد عاجل اما تو میشه که میار آیت کار داری قرآن شریف عاجل خودت باز میکنی و پیدایش میکنی. حتی باز یک وقت شوه که باز بفهمی بوی که اینی آیت در این سوره و اینی آیت هست در اینی سپاره هست. بسیار براتان آسان میشه. از این خاطر اینا سعی کنین اینجا در می صفحه هست مثلا سوره فاتحه، بقره، آل عمران. متوجه هستین؟ این سوره را سعی کنین در کدام سپاره ها هستن. نه؟ سپاره هایش باید بفهمین که مثلا سوره بقره در سپاره اول و دوم و تا قسمتی از سوم است. اینمی قسم سوره ها رو ترتیبشونه که وقتی آیات میکشیم شما باید پیدا کرده بتونین. خب ربوبیت ما و شما تعریفش گفتیم که یگانگی الله، افراد الله فی افعاله یا فی ربوبیته. گفتیم نیره؟ خب آل الله متعال وقتی که ربوبیت الله را میخوانیم، ربوبیت چی مانا؟ ربوبیت چی مانا؟ رب در زبان عربی چند معنا داره در لغت. اول معنای رب که از مالک و صاحب میگه. رب کل شیء مالکه. عرب ها میگن رب کل شیء مالکه. رب هر چیز مالک از او است در لغت. شما میگین که آیا مثال ازی در قرآن عظیم الشان هست؟ سوره یوسف علیه السلام آیت 42 پیدا میکنیم. سوره یوسف علیه السلام آیت 42. سوره یوسف علیه السلام تقریبا در سپاره 12 هست. در سپاره 12 و 13، در بین 12 و 13 کمش در 12 است و کمش هم در 13 هست. در قصه یوسف علیه السلام انشاءالله شما خواندین در آیت 42. نمبر آیت همیشه در ختم آیت می باشه. متوجه هستین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال وگفت یوسف علیه السلام للذی به او کسی که ظن گمان کرد انه ناج منهما که او در بین ازیا نجات پیدا میکنه. اینجا یوسف علیه السلام وقتی که دو نفر خواب دیده بودن خوابشان تعبیر کرد و تعبیر خواب یکی از معجزات یوسف علیه السلام بود. و قال و گفت یوسف علیه السلام للذی برو کسی که ظن گمان کرد یوسف علیه السلام انه ناج منهما که این دو نفر نجات پیدا میکنه یعنی از زندان خلاص میشه. برای چی گفت که اذکرنی عند ربک مرا یاد کو پیش کی؟ پیش مالکت. اینجا رب عزیز در زبان عربی در لغت به معنای چی هست؟ به معنای صاحب است. پس در زبان عربی چیز استعمال میشه؟ یکی از کلماتی که استعمال میشه کلمه رب است که به معنای چی استعمال میشه؟ صاحب و مالک. یعنی برازی گفت که پیش مالکت همون پاچایی که هست باز دوباره ما گپ بزن و بگو که این یک نفر مظلوم در زندان بندی هست اگر شوم از اینجا خلاص شوم. فانساه الشیطان ذکر ربه و فانساه پس فراموش کرد یا فراموش گردانید شیطان به همین شخص که امو نام کی رو بگیره؟ یوسف علیه السلام پیش از پاچا بگویه ایچ رفت قرار بیغم دمو چیز شد. فلبث فی السجن بضع سنین. یوسف علیه السلام چی کرد؟ چندین سال در زندان بود. یک درسی که از آیات قرآن ما و شما میگیریم اولی هست که در عالم اسباب، یکی عالم اسباب است یکی عالم مافوق اسباب است. عالم اسباب ما و شما که هستیم میشه مثلا یک دوست بگویی که همین قلمت بر من بده، عالم چی است؟ اسباب است. این حال یوسف علیه السلام در عالم اسباب از این شخص تقاضا کرد که اگر که ما همکاری کرده بتونی، چون در قسمت بندی شدن ما شاید امو کلان پاچا کس خبر نباشه، شما او را خبر کنین و برشان بگوین که این یک آدم مظلوم اینجا است. پس انسان وقتی که از عالم اسباب استفاده میکنه، اینجا چی است؟ عالم اسباب برای انسان میتونه استفاده بکنه. در عالم چی؟ اسباب. دوم نقطه ای است که وقت قسمت انسان نباشه ولو که برای پیش پاچا هم واسطه پیدا کنی، زندان تا چی میکنی؟ تیر میکنی. این حال یوسف علیه السلام خوب واسطه دبل پیدا کرده بود، شناخت دبل پیدا کرده بود، اما چون قسمت و تقدیرش اونجا بود باز چی شد؟ اون نفر فراموش کرد و یوسف علیه السلام چندین سال در زندان ماند، چون مقدر بود که یوسف علیه السلام چند وقت در زندان باشه. دیگه درسی که میگیریم اوی است که وقتی یوسف علیه السلام الله خواست که از زندان بکشه، خود پادشاه یک خودید. وقتی که خودید مجبور شد، احتیاج شد برای یوسف علیه السلام و با یوسف علیه السلام مراجعه کرد. خب اصل بحث ما سر ازی بود که کلمه رب در لغت یک اصطلاح شرعی است یک لغوی است. در لغت به معنای چی استعمال میشه؟ اینجا به معنای چی استعمال شده؟ شرعی یا لغوی؟ لغوی. چرا در لغت است؟ اینه چه. دوم، رب به معنای سید مطاع میآید. سید یعنی بادار یا کسی که مثلا عرب ها میگن رببت القوم سستهم، یعنی من سیاست کردم، یعنی سیاست مدار یا سیاست کننده و یا قانون ساز، ایره هم چی میگن در زبان عربی؟ رب میگن. در سوره یوسف علیه السلام آیت 41 بکشین.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اینجا هم یوسف علیه السلام کلمه رب استعمال کرده به معنای عمو، قانونساز یا بزرگ. متوجه هستین؟ اینجا استعمال کرده. یوسف علیه السلام تعبیر خواب چه قسم کرد؟ گفت یا صاحب السجن، او دو دوست ما که شما در زندان هستین. صاحب یک دوست میگه، صاحبین دو تا میگن. اینجا مضاف و مضاف الیه هست، نونش حذف شده به خاطر اضافت. یا صاحب السجن، ای دو دوست زندانی من. اما احدکما، تعبیر خواب شما چیست که یکی از شما فیسقی ربه خمرا، که باز او چون پادشاهشان کافر بود گفت برامو ربش که در لغت استعمال شده، یعنی به مو بادارت یا به مو سیاست مدارت یا به مو شخصی که در رأس شما قرار داره، بر از او چی؟ تو خلاص میشی باز میری پس دم وظیفه بر از او خمر یا شراب میتی. و اما الاخر، و اما دومی کس فیسلب، این چی میشه؟ در صلیب اویزان میشه. صلیب چی رو میگم؟ یک چوبک است که نصرانی ها هم میگن صلیب قسم یک چوب است، قسمی مثلا صاحب خودت میکردن یک دانه چوب جور میکردن به این قسمی میخش میکردن، باز یک نفر سرش شده اینجا بسته میکردن، یک دست شده اینجا، یک دست شده اینجا، پایش ده اینجا، بازی را میخ میزدن، همونجا میموندن تا که میمرد. صلیبی ها اینه میره عبادت میکنن و به این عقیده هستن که العیاذ بالله میگن عیسی علیه السلام خدای ما بود، باز خدای ما در صلیب بیزان شده، ضعیف بود. اگرچه در تیارای لکس شیشتن خب عقلشان بسیار خرابه، بسیار بیعقل است. یک روز یک شپرسان کرد گفت عیسی مسیح گفت چرا صلیب دگردن تان میگن؟ گفت والا به خاطر اینکه عیسی مسیح در صلیب بیزان شده. ما و شما مسلمان عقیده داریم که ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. باز از پیشش پرسان کرد گفت خیر در صورت که شما میگین عیسی مسیح علیه السلام در صلیب اویزان شده، از این خاطر شما صلیب در گردنتان منداختین. اگر او وقت چوکی برقی می بود، مثلا تو یک چوکی می بود و دستایش بسته میکرد، باز شما در گردنتان چوکی رو اویزان میکردین. متوجه هستی؟ این حالی مشکلات چیشان؟ مشکلاتی است که بعضی کسا در مسائل اعتقادی از عقل خود کار نمیگیره. همون چیزی که از پدرایشان مونده امور میگه نمی از پدرم مونده، من دیگه در دین پدرم هستم. خب و اما الاخر، و گفت همین دومی تان که است او فیسلب چی میشه؟ در صلیب اویزان میشه. فتأکل الطیر من رأسه، وقتی که در صلیب اویزان شد اما تو میمانش، باز پرنده میاد چی میکنه؟ مغزای سرش هم میخوره. یعنی بی تعبیر خواب است. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، فیصله شده است اونمو چیزی که شما درباره از او از پیش ما تعبیر خواب میخواستین یا فتوا یا سوال کرده بودین. خلاص اینو من براتون گفتم. هدف ما و شما چی بود؟ که دومی معنای رب در لغت چی است؟ به معنای بادار یا سیاستمدار است. متوجه هستین؟ یعنی کسی که قانون میسازه. اما سیاستمدار چی میسازه؟ قانون ساز است، رهبریت اما منطقه و حاکمیت از او به دست از او میباشه. سومی معنای چی است؟ سومی رب به معنای کسی که شریعت یا قانون میسازه. الذي يعين الحلال والحرام، او که مثلا در مملکت میگه که چی جایز است و چی ناجایز است. این هم در سوره یوسف علیه السلام آیت 39. آیت 39: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اینجا ببین که یوسف علیه السلام در لغت کلمه چی را استعمال کرده؟ ارباب. ارباب جمع چی است؟ جمع رب است. و رب در لغت اینجا به معنای چی است؟ به معنای کسی که قانون میسازه و شریعت میسازه. متوجه هستین؟ و اطاعت و عبادت میشه. پس یوسف علیه السلام بر ازنا میگه که یا صاحب السجن، ای دوستای زندانی ما، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا
معبودان و قانونسازای متعدد خوب است که هر کدامش به منفعت خود و انسانها باشن قانون بسازن، یا الله که رب العالمین است واحد و قهار است؟ پس اینجا به معنای چی آمد؟ به معنای قانونساز و شریعت یا تعیین کننده حلال و حرام. در زندان یک وقت ما بودیم، بعضی از زندانی‌ها همراه ما بود. من که سوره یوسف علیه السلام هم می‌خواندم و تو فکر می‌کردم بسیاری وقتا می‌گفتم والا من هم مثل یوسف علیه السلام واره هستم. و یگان تو که در زندان می‌بود بر از اون درس تفسیر درس می‌دادم. باز ما بر از اونها می‌گفتم اگر چی در زندان کتما مردمای رنگارنگ بودن، بعضی کسا گناه کرده بودن، بعضی کسا اشتباه کرده بودن، بعضی کسا مثلا قتل کرده بودن، بعضی کسا. باز ما برشان میگفتم که شما اینجا که درس میخوانین این درس ازی بسیار سر شما انشالله تاثیر میکنه. میگفتن چرا؟ ما گفتم شما در پوهنتون یوسف علیه السلام درس میخوانین. در کجا؟ یوسف علیه السلام درس توحید در کجا شروع کرد؟ در زندان. از همینجا برای همین دوستای خود گفت که یا صاحبه سجن او اندیولای زندان من، شما الا بتینی بود پرستیره و بود پرستا بودن، کافرا بودن. ارباب متفرقونه، ای رب هایی که شما گرفتین که براتون رنگ و رنگ قانون میسازن، معبودان مختلف گرفتین، این خوب است یا ذات واحد یگانه؟ متوجه هستین؟ گفتم این زندان که هست با انتون یوسف علیه السلام است و استادای از این کسایی که در زندان استادی کردن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، امام ابن تیمیه رحمه الله هست که کتابای خود کلش در زندان نوشته کرده، بسیاریش اکثریتشه. امام احمد ابن حنبل است که در زندان شبها بیهوش میفتاد و لب میخورد و لیکن با او فیلسوفایی که العیاذ بالله نظریات غلط داشتن، اعتقادات غلط داشتن، به او تسلیم نشد. پس این در حقیقت چی بود؟ مدرسه این دو شخصیت های بزرگ است. شما اگر میخواین رجوع کنین به الله و توبه بکنین و الحمدلله بسیاری از اینا چی میکردن؟ توبه میکردن، بسیارشون. شاید همین ما 1000 دانه 2000 یا کمتر بیشتر شاگردای زندانی داشته باشن که در زندان اصحاب سجن بودن، اندیولای زندان بودن. خب دیگه دمی آیت شریف ارباب به معنای معبود هم میه. ارباب به معنای چی میه؟ کسی که عبادت میشه. همین آیت شریف است که یا صاحب سجن ارباب، آیا معبودهای متفرقون متفرقه خیر بهتر است یا اللهی که ذات واحد قهار است؟ همچنان به معنای مصلح میه، یعنی کسی که یک کار چی میکنه؟ اصلاح میکنه. رب الشیء اذا اصلحه، وقتی که یک کسی اصلاح میکنه و تربیه میکنه و جور میکنه، مربی، مصلح، ایره هم چی میگن؟ در زبان عربی در لغت رب میگن. مثلا در آیت 23 سوره یوسف علیه السلام بکشن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. آیت شریف درباره ازی بود که در اسلام که است بچه خواندگی و دختر خواندگی نیست، حرام است. چرا بچه خواندگی و دختر خواندگی و بیادر خواندگی و پدر خواندگی اینا نیست؟ به خاطر که نامحرم وقتی که در بین خانه آوردی حتما چی پیدا میشه؟ مشکلات پیدا میشه. امی صدراعظم مصر میاره یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام بسیار جوان زیبا هست و خانم ازی خانم صدراعظم است، زن کافر و بت پرست و عیاش است. مسلمان شدنش در قرآن و سنت ثابت نیست. در حقیقت های قرآنی نباید ما شما از دل خود قصه را جور بکنیم و از دل خود بگوییم که این مسلمان شده باز یوسف علیه السلام که یک زن زناکار، در حالی که یوسف علیه السلام یک پیغمبر چی است؟ معصوم است. انال وراودته التي هو في بیتها، آل ای خانم چی کرد؟ مراوده چی نمیگن؟ یعنی مطالبه و چلبازی.
یعنی با چال و نیرنگ از یوسف علیه السلام مراوده طلب کرد. التي او خانمی که هو یوسف علیه السلام فی بیتها در منزل از اینا بود، عن نفسه یعنی مطالبه کرد از نفس یوسف علیه السلام، گفت که با من نزدیک شو، پیش ما بیا. و غلقت الابواب و دروازه ها را چی کرد؟ غلق چی میگه؟ که خوب غلقت الابواب، دروازه را خوب و محکم بسته کرد. و قالت حیت لک، گفت آله دیگه پیش ما بیا. قال یوسف علیه السلام گفت معاذ الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من به الله پناه میبرم. چی گپ زشت تو میگی؟ انه ربی، یقینا که امی شوهر تو در لغت استعمال میکنه. ربی چی گفتی میگه؟ رب به معنای چی است؟ تربیت کننده ایم است، مربی ما هست. من خورترک بودم در خانه ازی که ما کمک کرد، انسانیت کرد، اخلاق کرد. بلا در پسش اگه کافر هم بود کفرش به خودش، لکن من خیانتش نمیکنم چون در خانهش من رو وقت تربیت کرده و شریعت یوسف علیه السلام مخصوص اونا بود دیگه. متوجه هستین؟ انه ربی یعنی او تربیت کننده ما هست، اصلاح کننده ما هست. مرا مثلا در وقت احسن مثوای، بسیار خوب مرا تربیت کرده. انه لا یفلح الظالمین، یقین داشته باشین که انسانهای ظالمی که تجاوز میکنه بالای ناموس مردم، اینا کامیاب نمیشن. پس اینجا هدف چی بود؟ هدف ما اینجا ای بود که کلمه رب در زبان عربی به معنای چی استعمال میشه؟ مصلح استعمال میشه. خب عالمیم توحید ربوبیت در اصطلاح ما و شما گفتیم توحید ربوبیت در اصطلاح چی هست؟ افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله، یگانگی الله در چی هست؟ در افعالش است. خب اولین فعل الله متعال خلق کردن است. میگیم افراد الله سبحانه و تعالی بالخلق، یگانگی الله هست، یعنی انسان مؤمن موحد کسی است که تمام افعال الله را به یگانگیش بشناسه و کسی را در افعال الله شریک نسازه. در کدام آیت است؟ در سوره بقره آیت 21 میخوانیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایها الناس اعبدوا، اینجا یگانگی الله را در خلقتش بیان میکنه. وحدانیت الله را در چی؟ در خلق کردنش. اگر در سوال امتحان آمد که مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا آیت قرآن در کدام بحث عقیدتی را بحث میکنه؟ شما میگین که یگانگی الله را در چی؟ در خلق نمودنش بیان میکنه. یا الله یا والی په خلق اولو که بیانایی. یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس، ای خلقو، اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتان را. تاسو د خپل رب عبادت وکئ. الذی، هغه رب چې یو صفتی څه ده؟ او پروردگاره که یکی از صفاتش چی است؟ افعالش چی است؟ خلق کننده هست. او شما را خلق کرده. والذین من قبلکم، و کسانی را خلق کرده که قبل از شما بودن. یعنی هغه خلق کرده چې تاسو نه مخکې، لعلکم تتقون، شاید که شما در جمله متقیان داخل شوین. اگر شما عبادت حقیقی را به خالقتان بکنین، شاید که شما چی شوین؟ با تقوا شوین. آل شما میرین بت‌ها را، قبرها را، مخلوقات را، درختها را این عبادت میکنین. الله متعال میگه که خالق کی است که مستحق عبادت است؟ الذی جعل لكم الارض فراشا، این زمین مثل فرش بر شما هموار ساخته. خب اگر کرویان باشه بر تو معلوم نمیشه، اگر بیضویان باشه بر تو معلوم نمیشه. تو هم هموار در راه میری، نه حرکتش احساس میکنی و نه کلولگیشه. متوجه هستی؟ یعنی اگر تو یخمالک واره میبود توپ واره نشانت میداد، خطا میخوردی. لکن فرش واره بر شما جور کردن. و السماء، و آسمان رو چی کرده؟ بنا، مثل یک سقف جور کرده. و انزل من السماء ما، و از آسمان، از بالای سر شما. سما همیشه در زبان عربی میگه کل ما یسموک فهو السما، هر چیزی که بالای تو هست و چی هست؟ سما هست. یعنی از ابرهایی که در آسمان هست، در بالا هستن، بر تو چی را نازل کرده؟ آب را. اینی خالق است.
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس خارج کرد با واسطه همین آب از باران ها از میوه ها رزق برای شما. اما حاصلات کشتزارها و درختها و نباتات که از برای شما چی است؟ فلا رزق است، روزی هست. فلا تجعلوا لله اندادا، پس اگر شما واقعا عاقل هستین، از عقلتان استفاده میکنین، به امرای این خالقی که خلق کننده هست، خالق آسمان ها و زمین است، خالق آب و خالق زمین و خالق نباتات است، پس بعد از اینا چی نکنین؟ فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانین. خب دیگه آیت قرآن میگه که سوره نساء آیت اول که آدم علیه السلام و بیبی حوا را الله متعال خلق کرده، یعنی مادر و پدر ما و شما را هم کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. این آیت قرآن میگه که این گپای داروین و این کافرها غلط است که اینا میخیزن چی میگن؟ که اصل شما از شادی هست و چطور؟ او خودش قوارش البته شادی واره بده، خیال کرده که البته کلگی مثل ما واره شادی صفت است، شادی واره شراب میخورن، رقص میکنن. در سوره نساء در سپاره 4 است، اگر یافته باشین بخواین قاری صاحب آیت اول. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اینجا در این آیت شریف اول الله متعال میگه یا ایها الناس. وقتی که الله متعال میگه یا ایها الناس، از این ما و شما چی درس بگیریم؟ یعنی انسان مسلمان باید از آیت قرآن درس بگیره. درس اولی که دیگه میگیریم این است که الله متعال وقتی کلمه ناس استعمال کرده به این معنا هست که پیام قرآن پیام جهانی هست، به تمام بشریت است، مخصوص کدام قوم، کدام قبیله، کدام قاره، کدام ولایت نیست. یا ایها الناس، ای مردم امریکا، ای مردم آسیا، ای مردم اروپا، ای مردم افریقا، ای مردم انتارکتیکا، ای مردم استرالیا، با کل از اینا خطاب است. برای چی میگه الله متعال؟ اتقوا ربکم، بترسین از ربتان، الذی، و ذاتی که خلقکم، شما را خلق کرده. از چی شما را خلق کرده؟ من نفس واحده، از یک نفس که او آدم علیه السلام بود. پس کل مخلوقات از کی خلق شد؟ پدر کل ما و شما کی است؟ آدم علیه السلام است. اینال این آیت قرآن رد میکنن نظریات کافرایی را که اونا نظریات مختلف میتن. بعضیشان میگه که اصل انسان شادی هست و بعضیش میگه اصل انسان حیوانات هست و چطور است. الله متعال میگه که شما او رب که شما را از یک انسانی که آدم علیه السلام خلق کرد و خلق منها زوجها، و از قبرغه آدم علیه السلام که خلق کرد؟ همسرش. اینا زنا چرا با عزت هستن؟ کلشان پیغمبر زاده هستن. از چی پیدا شدن؟ آدم علیه السلام از خاک پیدا شد و بعد از اینکه آدم علیه السلام پیدا شد، از قبرغه آدم علیه السلام کی پیدا شد؟ اینا خانم ها خوب هستن یا ما و شما؟ ما و شما خاکزاده هستیم، باید خدا خاکی خیل بگوییم. ها؟ اونا چی باید بگن؟ پیغمبر زاده ها. اصلا سیدا اونا هستن. خانم ها را زیاد احترام کنین به خاطر که اونا سید هستن، پیغمبر زاده هستن. صحیح است نه؟ آیت قرآن هم میگه. خب و بث منهما، لکن خالق اردوشان کی بود؟ الله سبحانه و تعالی. و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، و منتشر نمود، یعنی از اینا خلق کرد الله متعال از آدم و حوا علیهم السلام رجالا کثیرا و نساء، مردای زیاد و خانمهای بسیار زیاد را. بعضی کسا میگه نام زنها در قرآن آمده، همین نساء چی هست اینجا؟ این زن دو عزت داد، اول که پیغمبر زاده ساختش، دوم هم کلشان ذکر کرد در قرآن عظیمشان. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام،
و بترسین از الله الذی و ذاتی که تساءلون شما سوال میکنین بهی به نام از او. وقتی که براتون یک مشکل پیدا شود باز چی میکنین؟ به نام الله میگین به خاطر الله این مشکل مرا حل کویاشید. والارحام والتقوا، همچنان شمای مردم امی قسم که از الله میترسین از چی هم بترسین؟ از قطع صله رحم بترسین. یعنی باید قطع اقاربتان، قطع مسلمان ها مؤمنین قطع صله رحم نکنین که قطع یک مسلمان گپ نزنید، سخن نگویید، در جنگ باشیم. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا که الله متعال بالای شما مراقب است. من فکر میکنم وقت درس ما پوره هست. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.